کی اومده گه؟ امام مهدی کنیشه؟ رو پرود گپ زده است. کوس شوین؟ بله امام مهدی این؟ بله. پدرش اون داره؟ پدری من در تاجیکستان تولد شدم. پدرم توی چیمرادم داره. مادرم آخه امام مهدی را پدرش عبدالله. نه شما مرا توغری بفهمید. بسیار من میفهمم. آخه امام مهدی از طرف عربستان است. من تاجیک نیستم. من عربم. تتكلم اللغة العربية؟ ولی وقتش نیومده که من شما را بگم. آی. آخه آدم که عرب باشه که عربی هم میتونه. وقت در کاره. برای مقتن عربی؟ برای همین چیزا تیار شدم. اکا جان که وقتش تیار شد بعد بیا انشاءالله که صحبت میکنیم. ولی وقتش نمومده است. خیلی من میخوام شما را من از نشد جین زدگی دو کنیم. انیش انیقای که جین دو زدگی. امام مهدی حالی وقت برای امام مهدی برآمدن. یعنی ای بین اینی قرآن میروه. حق هست. ای بین اینی قرآن میروه. قرآن خونه نمیمونه. اسلام ای بین ضعیف میشوه. مسلمان فقط به زبان میمونه. با کلمه لا اله الا الله فقط. لیکن الحمدلله اکثریت قارئ در جامعه هستند. عالما هستند. دعوت دین اسلام هست الحمدلله. سوال ممکنه؟ بله. عقل واجب است دل. افضل تر شد. اما عقل و افضل دل افضل است. یعنی دل باشه عقل نباشه. چی میکنی؟ شما ما تفسیر کنید. عقل افضل یا دل؟ عقل. اثبات کنید. اثبات کنید. اثبات کنم؟ انسان عقل نداشته باشه چخیل اجرا میکنه. یعنی انسانی که به عقل به علم چخیل الله را عبادت میکنه. یعنی دل داری الحمدلله من مهربانم میگم. یعنی ببین که یک عالم و یک عابد. عابد دل داره. دل سوز است برای خودش. فقط ذکر عبادت خودش میکنه. عالم چی میکنه؟ جامعه را عبادت میکنه. برای چی؟ عقل و علم الحمدلله فکر مردم هم میکنه و فکر جامعه را میکنه در آبادیش. حق گفت. الان که من یک گفت میگم شما قرآن نقد خوندگی؟ الحمدلله. قرآن را یک جوش اومدگی الله بزرگه الله میدونه در وجود انسان میگه یک پاره گوشتی هست که او را دوزخ میبره او را بهشت. همین چیست؟ او را حدیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم و دعوت قرآن است. او حدیثه. حدیث میگه رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه در بدن انسان یک مضغه است. اذا صلح الجسد كله. یعنی همون مضغه همون گوشتباره میگه اگر که صالح شد همه جسدش صالح میشه. و اذا فسد الجسد كله. گوشتباره دل است. البته یعنی بگذار که تو دل داری الحمدلله. یعنی تو آیت قرآن حدیث فرق نمیکنی. وقتش نیامده که من شما را چی کنم. آخه بعد چی اگه دعوی مهدی میکنی؟ طلب علم. طلب العلم فریضه على كل مسلم و مسلمه. طلب علم فرض است برای هر یک مسلمان و هر مسلمانی زن. طلب علم که اینی که بسیار میخواد مهدی میگیری و دیگه میکنی. اختیار داد شماست. اختیار دمو نیست. هر انسان الله عقل داده که انتخاب کنه یا که علم یا موسیقی یا رقص بازی گفت که یا که دیگهش. دو طرح هست. راه چپ راه راست. این راه خوبه این راه نیکه. اختیار دار هر شما. لا اله الا الله. اجازه ما چه سوال بکنید. هر وقت ما بیدار میشیم به اذن الله هر یک عضو بدنی ما نداریم صلاحیت رو گوش کنیم. دستی ما پای ما شش ما هم بدنیم بینی روی ما دیلا چی میگن کلا میگن اگر میگن تو خوب شوی ما خوبه حق است ما سالی میمونیم. نه که میگه زبان میگن اصلا لسانی میگن زبان میگه اگر تو ای حد این کنی که الله گرانسای مدت بیرون شدی ما در عذابیم مقصد ناجویی کردی ما رو میزنن میشکنم علمینا آتش دوزخ در الله جامعه ما را فهمیدی برادر؟ حاج گپ میزنیم ما وقتی که زبان در کفر رفت تشکیلاته واقع میشه ما خودمون میدونیم در کفری ما خودمون مسلمان میگیم در واقع اسلام میگن یارو برادر چقدر کسری؟ یک خدا دروغون نکنه. نماز میخونی؟ الحمدلله. پیشین شید مغری نخوندم. با فکرم که شیده پیشین. بفرمایید قضا میشه. اکه الله بزرگه. من نمیدونم من ساعت 12:08 بود که من علو بینوشتم. من یک هفتم دیگه ماکر. کی فهمیدی که تو امام مهدی؟ یک خدا دروغون نکنه. ولی ماه نشیده. فهمیدی که امام مهدی؟ کی اومد گفت که تو امام مهدی؟ الله مرا گفته است. اعوذ بالله. در کجا گفته؟ هدایت کردم دل مرا گفته است که هم خیلی کار میشه.
و چه پیچازکه داخل زاگی تریح پیچازکه حرام می نمیدونستم من میدونستم ولی چقدر شما رو بفهمونم حالا من تیار نیستم برادر عزیز مهربان من میخوام امام مهدی نیستی تو چی داری مهردین مهردین بله انیق انیق پاسپورت مهردین هست که تمام اکبار که نکو بار که تمام 0609 1993 سال تولد شدم صحيح رسول الله كان بدون كي اجو مبرو امام معدي امام مهدی اجو مبرو امام مهدی ای ملک شام میبره ملک شام يوزي نه باتشي دعوه من امام معدي اختیار در حديث شما تقولي نقري شو دعوه من اختیار در شماست وقت میشه شما خودتون میفهمید وقت در کاره او چند تاشی محمدی تاجیکستان میبره کدوم میشمای نکه یا گودکک برآمدگی امام مهدی یا تا کلان یا تا افغانستان های مرکه نموشه بوال نکنین شما این اختیار شما من میخوام که تقوی مرا پیش ما روی کرد که داوود خان ترا جین زده گرد هزار آمده پیک گفتی رسا ترا جین زگی انی قید یک سوال دیگر میتونم نه کاری که شما هستین ای برای الله یا ای برای منفیت یعنی تا همونجا در آمدی همون کس برای تو گفت که پل بته بعد بدرو نه یعنی بالینسا مدرو ریسپشن شتگی میگه کنسوزاتسا پل قطیه در آمدی همونجا همون کس گفت که پل من شما را سوال بس نه انسان میدرو اول تو اجاره در آمدن یا قیمت گپای نه در آمدی همون کس گفت که برادر چی کار کنیم که با چانس ما یا اون کس گفت من شما را پرسیدم گفتم نه گفتید اگر که میگم که با چیکار کردن در کار خواندن یا حجام هم میگفتید پل ملشه نه یا اون کس نگفت یا کس نگفته؟ نه همه چی بخاطر الله ما تا های روزه بخاطر الله خدمت کردیم شما نکی دستگیریتون میشه ان شاء الله نکی حرکت که طلب علم کن زن داری؟ نه من جداشتگی نوزن گرفتم نه سال خودم مایده گرفتم 3 ماه زندگی کردم خانواده‌ام شد اومدم با نه سال خودم کلام گفتم امرا باید بگیرم به حالت سنتی میگنی پیغمبر ما خودش چند سال کلام گرفته زن پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم با خودش چند تا مایده گرفته یعنی او زنی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گرفته بود یکم زنش بله با دنیا ارزنده بود بله یعنی به مثل زنهای اینجا نبود همه طرفا خوب بود یعنی منفعت بود که در اسلام خدمت کرد بله این پروسه تک نبود که یک کلام سال گفت که با قدر بگیرش ما سنتی بگیریم یا نه دیندار باشه قاری قرآن باشه عالمه باشه پلدار باشه جمیله باشه زیبا باشه نور نلا نور بعضی زنای کلام سال هستن که دخترای یاش در خوبن و زیبان فسانن عقل داره و توفیق باشن آخه عقل به توفیقش کار میکنی عقل باشه علم نباشه او را استفاده نمیتونی بردن دام دلش بگو کلام سال گپ در دل مهر محبت داشته باشه سال بازی نمینه 3 گذار دورا میگیرم همه میگن نگی من میگیرم شد من فکری یه حیات شخصی ما بله راست میگوی پدرم حق دارم مرا گفتن نگی یا نه یعنی یک الله چی میگه در قرآن ولا تقل لهما اوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما یعنی برای پدر مادراتون اوف نگین برای اونها مهربان باشین سخنرانی زیبا بکنین همین خیلی تو درست یعنی مدامی که یگان پدر به ضرر فرزند سخن میکنه نه یعنی پدر بهترین چیز برای فرزندش میخواه ترا به دنیا آور به خاطر آنه که تو اصلاح شوی و در حق او دعا کنی بعد از مرگ وای محتاج دعای تو و بس یعنی مادامی که پدر بگه که بچه جان این برای تو نمیشه از بحر 1000 زن ها میگذرم میلیون زن باشد یک دیدن پدر و مادر از میلیون زن ها بهتره و یک تبسم مادر از میلیاردش بهتره به هر کجا روی پیدا شود زن روت خواهر و نیابی مادرت رو یعنی مادر چیز اندکی نیست دعایی که مادر نزد پروردگار اجابت های حق پدر و مادر بلند حق الله چی میگه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا عبادت که الله را و با او شریک نیار درست و بالوالدین احسانا و با پدر مادر خود نیکوکار باش یعنی عبادت خود چمان و بعد چی نیکوکار نسبت پدر مادر یعنی الله امر میکنه که اطاعت کنه در حالتی که مثال پدر مادر دیندار باشه الله چی میگه
و این جاهدک علی ان تشرک بما لیس، یعنی پدر مادرت در کار معصیت را امر کنند، اون حالات میگه اطاعت نکن. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، در حالتی که تو اطاعت میکنی پروردگار، در حالت میگه نماز نخوان، عبادت نکن، در حالت اطاعت نمیکنی. هم در حالتی که در امور زندگی پدر مادر از تو بهتر میفهمه. همین خیلی پدرت چی به نرفت، مثال بگم زنی سه کودک نگرفت، دختر خونه گرفت، برای چی؟ برای که فرزند صالحه و به دنیا بیان تا اینکه تربیت این اسلام شود. انا که باید اصلا گپی دیگر نیو. باز ما مردم با اسلام دعوت کردم، پدر ما همین چیزا نمیخواد. بخو راست میخواد. برای چی؟ برای تو علم نداری، مردم با گمراهی شاید دعوت کنی. مثال میگم من امام مهدیم، یک گمراهی ای. شما باور نمیکنید نشه؟ با چی باور نمیکنی؟ با امام مهدی. باور داریم. حال وقتش ناومده. برای همه دیلم طاقت نمیکنه دیگه. تیار شین. مقصد من میگه که تیار شین که برو. یعنی انسان برای مرگ همیشه باید تیار باشه. برای قیامت تیار باشه. خلاص گپ چوری؟ برای چی تیارم؟ برای امام مهدی اومدن شه. تیار من و کم تر که وقت مونده ما طاقت نمیتونم. امام مهدی را الله در یک شب آماده میکنه. اکو الله بزرگه شما نمیدونید. قدر دعوانا کی برادر؟ اعوذ بالله بگو. اختیار ما شوا چی خوب میبینی؟ من نمیدونم، مرا میگن تو بسیار گپ میزنی. راه داخلم بخدم روز میرم گپ زدم میرم. تو یکم پرابلم داری؟ پرابلم این زنه که از زنم جدا شدم اومدیم نمیزن گرفتیستم. شاید هم زن جدود کرد باشه. الله بزرگ. شاید که یکم قرضاری؟ خیلی او قرضارمون. خودم ما ای پرابلم قرضاری یکم چی نداره. 100% پرابلم قرضا بسیار پریشان منی حساب خراب شده دیگه. کلیشه تا بود اجرا. کلیشه رفته. برادرو من یک گفتم نگو. اختیار در دست شما. بله برادر مهربان داری؟ مهردین. مهردین. مهر محبت در دین داری. ان شاء الله. ماشاءالله. خیر ان شاء الله شما تا پوشت میخونی که معلم من شکو. میخونی اگه یک گفتم نگو. التماس. یدین سینما را همین ابو خطاهی کردن گفتن که ما ترسیدگی ام یک تاشمو. همین خیلی سبب دیگه. من نمبر میتونم تقویم ما. اما اگر تقویم اگر من 20 بار تو پیش همین انسان برای دعا بخونم. همراه زنگ میزنه میگه که مهردین اومد من دعاش میخونم. شما دا برادر این امانت. تمام گپ نیسته.